در حدیث آمده است، امام بخاری روایت میکند، راوی حدیث حضرت ابو هریره است، راوی امت اسلامی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: ان العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لا یلقی لها بالا یرفع الله بها درجات. گفت انسان یک سخن میگوید که در او رضای خدا است، یک کلمه میگه که باعث خوشنودی پروردگار میشود، به همون سخنش هیچ اعتنا نمیکنه، پروا نمیکنه، خی گفتم ده خداوند شایسته همین سخن است، در صورتی که خداوند به واسطه همون کلمه گفتگیش درجه های او را بالا میکنه، نزد خدا محبوب میشود. و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله لا یلقی لها بالا یحوی بها فی جهنم. و با درستی که انسان یک سخن میگوید، یک کلمه به زبان میراند که در او خشم غضب خدا نهفته است، گپی ناجا است، گپی ناشایسته است، اعتبارش نمیته، اعتنا نمیکنه، در صورتی که به سبب گفتن همون کلمه خداوند این بنده را در دوزخ میاندازه. اکثر کفر زبانی است برادرای عزیز، کفری که به زبان گفته می شود. بسیاری مردم نفهمیده و ندانسته، بعضی‌ها شاید دانسته از بس که کافر واقعی هستند، سخنای کفر به زبان میرونن، یک سخن به زبان میرونن که به همون سخن گفتگیشو الکی کافر میشوند، از اسلام خارج میشوند. با اگر خدای نکرده کسی بگش که بدبخت کافر شدی از نو کلمت عرضه که دماغش میسوزه. یه مردم حکم شریعت یگان دوملا یگان عالم از پیش خود کرده نمیتونه. این احکام خدا و پیغمبر خدا تعیین کردین، حلال و حرام معین کردین، الفاظ کفر معین کردگین. وقتی که تو او سخن کفر گفتی، آخی تر خدا و پیغمبر وقتی حکم به کفر کردن، چرا از گوینده ملال میشوی؟ چرا از واعظ از عالم ملال میشوی؟ از خودت ملال شو ای جاهل. مادام چیزی را نمیدونیم بهترش به زبان نرانیم تا زمانی که نفهمیدیم، تا زمانی که درک نکردیم که همین فایده داره یا منفعت فایده دارد یا زیان و ضرر. زبان بریده به کنج نشسته صم بکم، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. صم کر میگن، بکم گنگه. اگر کرگنگ در یک گوشه نشسته باشی بهتر از آن است که زبان در حکمت نباشه و هر سفسطه از زبان تو خارج شدن بگیرن. شیخ سعدی روایت میکند یک مردم میگه خونش دست زد، مال متاعش همش بردن. فرزنداش نزدش خان گفت بچه ها التماس ای زبان تو با نبروید در پیش مردم بره شکایت کرده که خانه مون دست زد است و متاع زیای ما را برده است. یک پسرش گفت چرا ای پدر، آخه چی ممانعت است با مردم بگیم چی زیان داره؟ گفت هاز یک بلا ای، اگر با مردم که گفته دو بلا میشوه. اگر هازی نقصان مال باشه با مردم که گفته با شماتت دشمنا و شماتت همسایه می شود. الحال نقصان مایه است، بعدا هم نقصان مایه و هم شماتت همسایه می شود. ببینه مگوی اندوهی خیش با دشمنان که لا حول گویند شادی کنان. غم اندوه تا میگه هیچ وقت با پیش دشمن نگو، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه و دلش هم خرسندی از که هرچی مولاش دست دیدن، هرچی به بلا گرفتار شد. از همین خاطر من به پدرای محترم مراجعت میکنم. متاسفانه پدرای ما، برادرای بزرگی ما، عمکا و تقوهای ما در هر جایی که بشینن با شکایت میکنن ای فرزنداشو، شکایت میکنن ای خانگیاشو، خیال میکنن که خیلی دلی مردم میسوزه. اگر همون شخصی که با او شکایت میکنی دوست رفیقت باشه بیچاره محزون اندوهگین میشه برای تو، اشتهاش میگریزه، خوابش میپره، تو در حق همون دوست جور میکنی. اما اگر دشمنت باشه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه، وقتش خوش میشه، حالت ای بد میگه در دلش.
جهنمرگ حال طیب بد. از همین خاطر نگی نمیگه پورا. ببینید همین مسجد اصلا جای شکایت، جای گیله و جنگیله نیست. افسوس و صد افسوس که تا حالی ما خیال میکنیم که یگان خانقاه های، کلوب های، یگان چایخانه های، گپخری میویم، گپگویی میویم. مسجد جای خیلی سخنان نیست. اگر ذکر کرده نمیتونی لااقل خاموش باش، انشالله اجر ثواب میگیری. همون خاموشی برای تو خیلی مرتبه و خیلی منزله داره. از اسلم روایت میکند امام ترمذی که روز حضرت عمر رضی الله عنه نزد ابوبکر صدیق در اومد، دید که حضرت زبانش کشیده برو وردست میپوچه. گفت مه غفر الله لک، این کار نکه. گفت یا صدیق خداوند مغفرتت کنه، آی بیچاره زبان تو چی قدر میپوچی؟ این زبان ذکر میگه، این زبان لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، تو نخواهی زبانی بیچاره را پوچی و زجرش کنی؟ اما مسئول این پگه همون زبان بلاد با شکایت نکنه. حضرت صدیق گفت این هذا اوردنی شر الموارد، همین خونه سختای زبان گفت در بدترین حالت ها می اندازم. هر وقت یگان خجالت دیدم از روی همین زبان میبینم. هر وقت در